سلام بچه، چطورید؟ فرزاد عنوان هستم و خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. بچه تو این ویدیو اومدیم با پارسا هایپود یه چالش. البته این چالش برای منه، پارسا فقط هم دستیار منه. تو این ویدیو قراره با موس اداری بریم بدوارز بازی کنیم. بچه اینی که میبینید تو تصویر، خب این موس من. این موس من حدودا یه ماه گرفتم و خب واقعا ازش راضیم و با فلای کلیک تا 14 سی پی اس میده و واقعا خوب دوستش دارم و ازش راضیم. حالا تو این ویدیو این اول دیسی میکنیم، این از دیسکانکت میکنیم از پی سی. سلام هستید، چطورید؟ هایپول هستم. با هم بریم با فرزاد یه چالنجی که فرزاد داره رو انجام بدیم. موس کیبورد که نه، موس معمولی. دسکو موس اداری. خب اومدم دیگه. خب بچه بریم مچ اول پیدا بدیم. بچه برید، من همیشه عادت دارم سنسیتیویتی رو 76 باشه با این یکی موسم. خب ولی فعلا این موسه چون یه ذره سنسیتیویتیش اذیت میکرد، فعلا گذاشتم رو 96 تو همچین حدودی. و اگه بخوایم به صورت نماز کنیم، این موس یه ذره سنسیتیویتیش بده. به نظر من یه ذره سنسیتیویتیش اذیت میکنه و همینش بده. با تفلای کلیک سمت راستش یه ذره راحت تر نسبت به موس خودم. رید تو خودش. خب آخه خب بچه و اسکرین رکوردم کامل. بله حاجی بلاک بیار، بلاک بیا اینجا، بیا اینجا، بین تو بیا اینجا. دوست دارم ببینم پی کردن با این موس چطوریه. بلاک بیار، بیری زدن خوبه. خب بیری زدن بلاک بیار پایین، بلاک بیار. 16 وای خودتو وید کردی. زر نزن بابا، میخواستم بیارم گگول. خودتو وید کردی یزید. خب بی پدر، تو که نمیتونی گوه میخوری. وای اوه شت، کلاش کردم. هولی شت. وایسا بدشون برای منه. بد نداره که. خب بچه این موس فعلا تا اینجا یه ذره میتونم بگم اوکی، فقط سنسیتیویتیش خیلی اذیت میکنه. یه ذره دکمه‌اش سفته و یه خوبی به آدم نمیده موقع پیوی کردن و این چیزا. اوه شت، نزدیک بود کلاش کنم. ریدم انگل بلاک دیجیتالی میشه. بلاک بیار سید. بیا وایسا. وایسا بگیر بلاکارو. جایدن یاد گرفتم با واترفلای کلیکم بیدیز میزنم. گره بد داره نه نداره. فاک ایول دوستان، وایتم که زد. بابا نکن من تا اون مپ درست کنم دست بردار نیستم. بچه ها مثل این که مچ سوم مجبورم با خودم تنهایی بریم رکورد کنیم. مچ سوم پارسا نیست. همینو کندشیم بدشون رو 1000 تیکه نزدیک بود. وای نه. مرسی بچه بعدی دیگه ناموسن نمیکشم با این موسه، میام با موس خودم. سنسیویتی هم درست کنم 76. خب بچه لا دیگه اذیت نمیشم. وای خدا لعنتت کنه، چه قضیه رو فورتنایت بازی میکنی؟ زدمش برازم. یا اول فصل بی پدر یاروس گاگوله. تو این فکر نخوردی. وای حالا که خب بچه ها پارسا از اینجایی که مپ هاردکورش پریده و باید مپش رو درست کنه فعلا نیست دیگه و باید فعلا مچ سوم، مچ آخر رو ما تمام کنیم. آجی مپم کنم پرید. وای شو وای ایول یس.
بده بلور هم بزنیم. یعنی من دیگه السی و عمرن باز کنم برای مپ خودت عمرن داش. من خب یه مپ داشتم دنیا تو شیشه، اشتباهی با السی رفتم توش، کلا مپه به گاراژ رفت. مپی که اون همه سر زحمت کشیده بودم. میای بریم با هم چیز؟ بالاخره میای بریم سرور بسازم بریم پلی بدیم؟ آره. خب بعد این بودم ویدیو امروز. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیوهای بعدی پیس.